قراره یه حرفایی بزنم که ممکنه به مذاق هر کسی خوش نیاد. ستاره‌ای میخوام صحبت کنم که از روز اولی که وارد رئال مادرید شد فشارهای رسانه‌ای روش روز به روز بیشتر شد. وینیسیوس جونیور بازیکن برزیلی فوق‌العاده با استعداد، هم ترسناکه که جوری این همه فشار رو همیشه تحمل کرد. اوایل حضورش تو رئال مادرید وقتی که روز به روز بازیکن بهتری شد و مقابل تیم‌های بزرگ گلزنی کرد، تیم‌های بزرگ هوادارشون شروع کردن بهش توهین‌های نژاد پرستانه، مسخره کردن، تلاش کردن که این بازیکن برزیلی رو بکوبن زمین. توی تمام بازی‌های مهم برای رئال مادرید بهترین عملکرد از خودش رو نشون داد که اگه برید نگاه کنید آمارش مشخص، همون اول وجودش این استعداد بزرگ دیده میشد، اینکه چقدر میتونه تبدیل به بازیکن بزرگی بشه. تکنیکش رو داشت، شوت زنی مشکل داشت و شوت زنیش رو درست کرد. وینگر سرعتیه که اگر بزنه به دل دفاع دیگه دفاع مقابلش تمام. همه شروع کردن وینیسیوس بازیکن غیر قابل احترامیه. نگاه کنید وینیسیوس چه دلغکیه، نگاه کنید وینیسیوس وقتی گل میزنه میرقصه و هوادارا رو تحریک میکنه. خطاهایی که رو وینیسیوس گرفته نشد در حالی که براش خطر معصومیت داشت، کارت قرمزهای الکی که بهش داده شد و همیشه میگفتم وینی معترض و همیشه مشکل از وینی. وقتی که وینیسیوس میدرخشید جهان بر علیهش میجنگید تا بالاخره اونو با یک بهونه متوقف کنه. مقابل تیم‌های بزرگ لیورپول، بایر مونیخ و بارسلونا خیلی دردسرساز بود. مقابل بارسلونا حتی هتریک کرد و اما وینیسیوس مقابل این همه فشار ناامید نشد. توی فینال سال 2022 گلزنی کرد. توی فینال سال 2024 گلزنی کرد و یکی از اصلی ترین دلایلی بود که رئال مادرید به فینال چمپیونز لیگ رسید. سال 2024 توپ طلا حقش بود. و حالا حساب کنید این همه فشار و دزدی توپ طلا هم فشار بعدی. حالا با سیلی جدید از هیترها روبرو شده، اونم طرفدارهای تیم خودیش یعنی رئال مادرید، علاوه بر طرفدارهای تیم رقیب. طرفدارهای رئال مادرید هم حالا به سر اون ریختن. خواستم براتون یادآوری کنم که یادتون نره وینیسیوس برای رئال مادرید چیکارا کرد. دزدی توپ طلا، فشار هوادارهای حریف، فشار هوادارهای خودی. همه ما میدونیم که وینیسیوس چه پتانسیلی داره. همه ما میدونیم که وینیسیوس چه کاری کرده و این فشار روز به روز وینیسیوس رو به نابودی نزدیک میکنه. این بار اول از طرفدارای رئال نیست. وقتی که امباپه بازیکن به اون بزرگی که چنین کارنامه‌ای داره پس بعد بازی کرد، دیدیم که چه فشاری روش گذاشتن و امباپه تبدیل به یه بازیکن دیگه شد. بالاخره شاید رسانه‌ها، هوادارهای تیم رقیب و هوادارهای تیم رئال مادرید دارن موفق میشن. استعداد برزیلی رو به نابودی.